ضمن عرض سلام خدمت همه شما عزیزان دل، با هم همراه باشیم. پارت دوم از تنگه زیبا و رؤیایی ویژدروند. همونجور که ملاحظه می‌فرمایید این قسمت از تنگه آبنماهای دالان دوم، یا بهتر بخوایم بگیم غار دوم این تنگه هست که آب از داخل سنگ‌ها رد شده، کوه تراشیده و از داخل تونل که داره الان آب میاد بیرون و تو دیواره های این غار همه تشکیل شده از سنگ‌های رسوبی، لانه‌های کبوتر، لانه‌های پرنده ها و حوضچه های خیلی خیلی شفاف و چشم نواز هست. طول این دالان، این تالار دوم 100 و حدوداً 35 متره که ما عمدتاً توریستا رو میبریم اینجا، چون که عمق آب در بعضی جاها تا 10 متر، 15 متر، 20 متر هم میرسه. عزیزانی هستن که شنا بلد نیستن، برای اینا که جلیقه میدیم میپوشن و کل مسیر رو تناب کشی میکنیم که اگه خدایی نکرده کسی چه شنا بلد باشه چه شنا بلد نباشه، به کمک تناب بتونه خودش رو سطح آب نگه داره و جلو بره. همونجوری که دارین نگاه میکنین این وسط تالار دومه که یه آبگیر خیلی بزرگ داره، حدوداً 100 متر، که اینجا به آکواریوم معروفه. چرا بهش میگم آکواریوم؟ چون که یه نقطه باز از سقف داره، آب میزنه به داخل این آبگیر و با وجود شفافیت آب نمای خیلی خیلی قشنگی هم میده به داخل تنگه. این عزیزانی هم که الان دارین میبینین تو تصویر هستن، عزیزانی هستن که به صورت فنی از تنگه رد شدن. جاهایی هست که باید راپل بری، جاهایی هست که باید کارگاه ببندی و درجه سختی عبورش حدوداً از 5 میشه بهش 3 داد. اینجا حدوداً 60 متر از دالان دومه که داریم رد شدیم. این عزیزانی که الان تو